бобӣ домлоди савол дошта илтимос пурра ҷавоб диҳед. Якум савол: Саъд ибни Маъоз кӣ буд? Бобӣ домло барои чӣ вақте ба подиҳо арши худо ба ларза меравад? Оё ӯ чӣ кор кард? سعد ابن معاذ رضی الله عنه صحابه از انصاری ها بودند و راهبر قبیله بودند، یعنی سیدی اهل مدینه بودند. حتی پیش از دین مقدس اسلام هم سردار قبیله بودند. وقتی که یهودای بنی قریظه خیانت کردند و پیامبر صلی الله علیه و آله آمدند تا اینکه جزای آنها را دهند، آنها گفتند که به ما سعد ابن معاذ حکم کنند. بعد سپارش دادند که سعد ابن معاذ از مسجد بیارین. سعد ابن معاذ آن وقت جراحت برداشته بود در جنگ احزاب، به خر آوردند تا اینکه حکم کند. بعد وقتی که سعد ابن معاذ آمد، پیامبر صلی الله علیه و سلم حالی از دور دیدن گفتند که قوموا لسیدکم، و پیشواز بزرگتان خیزیتان از جاتان. این دلالت می‌کند که آدمی بزرگ بیاید خیستن ممکن است از جا. پیامبر صلی الله علیه و سلم سپارش شدند قوموا لسیدکم، و پیش بزرگتان، سیدتان، سرورتان خیزید از جا. بعد گفتند که این یهودها فقط حکم تو را میخواهد، تو حکم کن. و سعد ابن معاذ حکم کردند. گفتند که این یهودایی که خیانت کرد همش حکمش قتل است، زن و فرزنداشون همش اسیر گرفته میشد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که لقد قضیت بقضاء الله من فوق سبع سماوات، در حقیقت حکم کردی به حکم الله تعالی از بالای 7 قبد آسمان. عیناً حکم الله تعالی را کردی. ثنا گفتم. بله، اما مسئله چی؟ مسئله عرش رحمان، من یک وقتی بحث نوشته بودم سبحان الله درباره عرش رحمان برای چی لرزید. حکم حدیث باز اگر یافت شود برای شما قرائت میکنم حکم حدیث را، اگر نیابیم در دیگر صحبت. مسئله حدیثی پیشینه در صحیح بخاری و مسلم است. سبحان الله، حدیث صحیح است که عرش الله تعالی به موت سعد ابن معاذ لرزید. حدیث حکمش صحیح است. اختلف العلماء فی تأویله. امام نووی میگن که علما در تفسیر همین حدیث اختلاف کردن. فقال الطائفه هو على ظاهره. طائفه از علما گفتن این بناء به ظاهری حدیث یعنی واقعا لرزید. و اهتز العرش و اهتزاز العرش تحرکه فرحا بقدوم روح سعد، یعنی عرش الله تعالی به حرکت در آمد از نگاه از جهت خرسندی به قدوم سعد، چون که در زیر عرش جنت است. به قدوم روح سعد وقتی که روح که از جان برآمد، از تن برآمد، به آسمان میبراید. از سبب قدوم روح سعد یعنی عرش خرسندی کرده، حرکت کرده. سو آدم خرسندی کند حرکت میکنه. عرش هم یک مخلوق است. و جعل الله تعالی فی العرش تمییزا حصل بهذا ولا مانع منه، هیچ گپی ندارد. چون که و این منها لما یهبط من خشیت الله، الله تعالی در قرآن گفت که بعضی سنگ ها از ترس الله تعالی می افتد. یعنی این یک قولی که امام نووی نقل کردن، دوامش خیلی اختلاف علما زیاد است. یعنی یک قول همین است که بناهن به ظاهری حدیث گپی امام نووی از درش. امام نووی فقیه هستن، اگرچه محدث هم هستن با فقیه هستن. بله، همین قدرش کفایه.